اخیری که در ولسوالی پنجاب بامیان در قریه پشته غرغوری اتفاق افتاده یکی از این موارد است. مثلا گفته میشه که یک کوچه ادعا داره که حدودی مثلا 200 سال قبل این زمین مربوط به کوچه ها بوده و اینا از یک کوچه دیگه گرفته و هیچ سندی وجود نداره. اینا چندین مرحله گفته میشه که یک بار در سال 1352 آمده عریضه کرده و وقتی که یک کسی از باشندگان محل حاضر به این شده که با این کوچه دعوای حقوقی بکنه در حکومت و زمان، بعدی آدم به صورت مرموز با آتش زده شده و کشته شده. حتی جسدش هم به مردم تحویل داده نشده. این یک نوع زورگویی، خشونت و بدرفتاری نهاده نشده توسط حکومت‌های محلی حمایت میشه. بعد در دوره طالبان، دوره قبل هم باز همین به کوچه آمده عرضه کرده و این بار هم ببینید که هیچ سند و مدرکی مشروع مکتوبی در نزد کوچه ها نیست، ولی وقتی مردم محل نشان میده اسناد مدارک رسمی خود را که از پدر و پدر خودی زمین را دریافت کرده و این زمین را استفاده کرده، بعد برای خواست اونها هیچ ترتیب اثر داده نمیشه و حتی من شنیدم که مردم محل تهدید شده که به هیچ وجه نباید به محاکم بالاتر از ولسوالی مراجعه کنه یا محکمه تمیز یا استر محکمه. خود از این نشان میده که یک برنامه قومی سیستماتیک برای غصب و تصرف زمین یک مردم مظلوم که در طول تاریخ یک بار به صورت کتله‌ای و بزرگ زمین‌های آبایی خود از دست داده، این بار به صورت تدریجی در محلات مختلف، در ولسوالی‌های مختلف، در قریات مختلف زمینشان هدف قرار میگیره. یک مورد دیگه مثلا همین حدود یک ماه پیش در یکی از قریاتی در ولسوالی بیسود بود به نام نمی‌فهم قریه کوه سفید بود یا یک همچین نامی داشت که در اونجا هم یک گروهی که گفته میشد در تبانی با مقام ولایتی میدان وردک هماهنگی کرده، رفته سر یک جایی که یک مقدار قریه نسبتا حاصل خیزتر بوده، کمی آب و علف داشته، شکایت کرده و بعد بدون ارائه اسناد اون منطقه اون نفر مثلا حدود 5-6 خانواده هزاره که اونجا بوده فرار داشته، الان در تصرف کوچا قرار گرفته. پس این نشان میده که اگر شما این رویدادهای پراکنده را کنار هم قرار بدین به یک نتیجه گیری میرسین که حکومت طالب، امور رقم که من بارها در بحث‌های مختلف گفتم، یک حکومت مبتنی بر ایدئولوژی قومی آمیخته با دنروی مذهبی است. در این حکومت، در قالب این حکومت، برای دیگه شهروندان افغانستان، برای هزاره، برای تاجیک، برای ازبک، برای سایر اقوام اقلیت‌ها، سادات، قزلباش‌ها فرصتی برای دادخواهی، برای مطالبه گری وجود نداره. هر آن چیزی که هست در خدمت یک گروه قومی خاص در افغانستان و در خدمت یک کتله خاص به نام کوچی در افغانستان است و کوچی به عنوان ابزار سلطه، فشار، تهدید و ارعاب مردم استفاده میشه.